خونه ما مبل داره. به خدا الان که با تو صحبت میکنم روی مبل نشستم. دیگه دیشبم مهمان آمد خونه ما، بعد از این نیوایی که مثل خیار است ولی رنگش زرده. موز، به خدا دیشب موز خوردیم. دیگه تو کلاس چندی؟ دانشگاه؟ من کلاس 5 هستم. دانشگاه که آمدم با تو دوست میشم دیگه. چند روزی نیستم، نگران نشی. نه جایی نمیرم، قراره که من خط نکنن. امرای شیرنی قابل تو را نداره. راستی این پدر تو چند سال است به سلامتی فوت کرده؟ مادر تو برای چی دوباره شوهر نمیکنه؟ کی گفته شوهر نیست؟ تو که را بده من یکی اعزام میکنم. اعزام. هم پدر من چند سال است که مجرد است. برای چی خجالت بکشم؟ بدبخت، من میخواستم که مادر تو را از تنهایی در بیارم، وگرنه تمام معروفیت های جهان، تمام زنها عاشق پدر من هستند. الو